به همه شما بانوان و زنان مهربان، همه شما رو به شرکت فبرلیک کار دعوت میکنم، چون این روزا هوا خیلی گرم است و ما به عطریات ها و عموما به همون چیزهایی که به پارفومری به زن تعلق دارد در کمپانی فبرلیک شما می توانید که با نرخ ارزان دسترس نمایید و با شما اپایونه که میخواهند طریق همین آنلاین مگزین یعنی اینترنت مگزین کارو پیدا کنند و در کمپانی فبرلیک رجیستراسیون کنند و با نرخ دست ارزان و دسترس یعنی همین محصولات رو از شرکت فبرلیک خریداری کنند و رجیستراسیون کردن، پول کار کردن، هماها و عموما دیرکتری فبرلیک شدن خیلی آسان است و برای شما همین رقم های واتساپش رو و رقم های تلفنش رو من زیر اکران های شما میگذارم. مرحمت زنگ بزنید، نویسید، رجیستراسیون شوید و عموما شما میتوانید که چنین پدرکه ها چنین محصولات های شرکت فبرلیک را با نرخ ارزان دسترس نمایید. هرچند که پرورده به دامان شما شد، امروز ودا در ره آسایش ما شد. فرزند شما دیگر از همه خلق است، دلبند شما در راه ناموس فدا شد. در خانه جان و دل ما جا شده است او، با گریه بپرسید که سرباز کجا شد. با گریه بپرسید که سرباز کجا شد. در قسمت هر مرد بود حکمت بسیار، با نوحه نگوید که این کار چرا شد. جبران نتوان کرد دیگر اشک شما را، از اشک شما در دل ما زلزله ها شد. در خاک قدم های شما سر بگذاریم، در خاک قدم های شما سر بگذاریم. با مهر شما کودکتان مرد رسا شد. قربان همه شیر و شکرهای شماییم، چو شیر شما در رگشان خون وفا شد. چون شیر شما در رگشان خون وفا شد. با لطف خدا دعا شه پسر ما، با لطف خدا موج دعا شه پسر ما، در سلک عزیزان و شهیدان خدا شد. در سلک عزیزان و شهیدان خدا شد. آن سربازانی که در این شب و روز برای آسایش ما و شما جان باختند، دست دعا می برداریم تا جایشان جنت باشد و روحشان شاد و بهرشان با آواز بلند می گوییم آفرین، صد آفرین ای نامداران وطن، که ظفرهای شما گل کرد دوران وطن. آفرین، صد آفرین ای نامداران